سلام، وقت بخیر. خیلی خوش اومدید به کانال آشپزی خودتون. رویا هستم با طرز پخت غذای ساده و خوشمزه ایرانیمون به اسم یتیمچه. یتیمچه بدون گوشت پخته میشه، ولی برای مجلسی تر شدن شما میتونی از گوشتای تیکه‌ای مرغ یا گوشت قرمز یا گوشتای قلقلی شده یه چرخ کرده براش اضافه کنید و میل کنید. و چاشنی که من براش استفاده کردم نگاه کنید، این خوشمزه هستش. ماست و سیر رنده شده که فوق العاده خوشمزهش میکنه. بدون آب پخت کردم. بریم برای این خوشمزه‌مون که چجوری درست میشه. احتیاج داریم به بادمجون متوسط 3 عدد، کدو 1 دونه بزرگ، سیب زمینی متوسط 2 تا، گوجه فرنگی 3 تا، پیاز درشت 1 دونه، سیرم 3-4 حبه. کدو رو پوست میگیریم، تو اندازه 3 سانتی 2 سانتی مکعبی خوردش میکنیم. بادمجون، سیب زمینی و سیر و پیاز رو هم پوست میگیریم مثل کدو. میشوریمشون. کدوها رو میریزیم داخل قابلمه. سیرارم از وسط برش میزنیم. بادمجون، سیب زمینی و پیازم خرد میکنیم. پوست گوجه ها رو میگیریم. زردچوبه، نمک، فلفل قرمز از هر کدوم 1 قاشق مرباخوری، روغن 2 تا 3 قاشق غذاخوری، رب گوجه فرنگی 1 قاشق غذاخوری. هم نمیزنیم. در قابلمه رو میذاریم روی حرارت با شعله خیلی ملایم این آروم بپزه. 10 دقیقه بعد در قابلمه رو برمیداریم، یه هم میزنیم تا اون ادویه ها به خوبی به خورده هم بره، همه جاش پخش بشه. ببینید، دیدین که من اصلا آب بهش اضافه نکردم، چون که در حین پخت سیفیجات خودشون آب میندازن، آب موجودشون آزاد میشه و نیازی هم نیست بهش آب اضافه کنیم. مدت زمان آماده شدن یا پخته شدن یتیمچه 30 الی 40 دقیقه هستش و من در این 30-40 دقیقه هر 10 دقیقه یه بار در قابلمه رو باز کردم و هم زدم. الان که نشونتون میدم خودتون به خوبی متوجه میشید. نگاه کنید چقدر خوب آب انداخته. این خودش باعث خوشمزه تر شدن غذامون میشه. اصلا بهش آب اضافه نکنید. اصولی ترین پخت یتیمچه و اکثر غذاهایی که داخلش سیفیجات استفاده میکنیم نیاز به آب نیست. و حتی خود پخت مرغمون که وقتی که مرغ هم میپزیم نیاز به آب نداریم. خیلی خوشمزه تر شده. من خودم که خیلی دوست دارم این غذا رو، مطمئنم
شما هم اگه به این روش درست کنید عاشق این غذا میشید. یتیمچه‌مون آماده شد. یتیمچه‌ای که مثل این حلیم نشه، پوره‌ای نشه، با بخار خود سفیجات پخته نشه، یتیمچه نیست. یتیمچه باید با بخار خود سفیجات پخته بشه تا تمام مزه ها به خورد هم بره و خوشمزه تر بشه. برای یک بارم که شده حتما امتحان کن، آب اضافه نکن و با آرامش بذارید با حرارت یا همون شعله ملایم پخته بشه. نتیجه خوشمزگیش خودتون متوجه میشی که چقدر عالی شده. خب دوستان عزیز، در قابلمه‌ام من زیر گازو خاموش کردم، در قابلمه رو گذاشتم نیم ساعت بمونه. بعد نیم ساعت میکشم داخل ظرف سرو. و اما چاشنی یتیمچه‌مون چیه؟ چاشنیش میشه ماست چکیده و یه چند تا دونه سیره رنده شده. حتما امتحان کنید، خیلی خوشمزه‌اش میکنه. خب همراهان عزیز، رسیدیم به انتهای آموزش. سپاسگزارم از نگاه‌های زیباتون، از همراهی ارزشمندتون. امیدوارم که از آموزش امروزمون لذت برده باشین. خوشحالم میکنید ویدیو رو لایک کنید، کانال رو دنبال کنید، زنگوله اطلاع رسانی رو فعال کنید تا از آموزش‌های جدید من مطلع بشید. شما رو تا آموزش‌های بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.